مراسم خاکسپاری خواجه ظریف بابا در هندوستان، مراسمی که با حضور تعداد زیاد مردم هندوستان برگزار شد. خواجه ظریف بابای چشتی کی بود و چگونه به قتل رسید؟ خبرهای تازه و دقیق در مورد کشته شدن سید ظریف بابا. سلام دوستای عزیز، خدا کند که خوب باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. رسانه‌های هندی گزارش میدهند که یک شهروند افغانستان به نام خواجه ظریف بابای چشتی رهبر مذهبی در هندوستان ترور شده است. ایندیا تودی به نقل از پلیس نوشته است که این جوان به روز سه‌شنبه در 200 کیلومتری شهر ممبئی با گلوله به قتل رسیده است. پلیس این شهر گفته است که قاتل پس از شلیک از منطقه فرار کرده است و پلیس راننده این جوان را زیر بررسی قرار داده است. انگیزه این ترور تا اکنون روشن نشده است. همچنان نوارهای تصویری خواجه ظریف بابا در این اواخر در رسانه‌های اجتماعی به گونه گسترده دست به دست می شد. مراسم خاکسپاری خواجه ظریف بابای چشتی در هندوستان برگزار شد و تعداد افغان‌ها و هندی‌ها در این مراسم اشتراک نمودند. تعداد گفته بودند باید به افغانستان منتقل شود و تعداد گفته بودند مدت زیادی میشد در هندوستان زندگی کرده مراسم برای وی در همین جا برگزار شود. تعداد مردم هندوستان این جوان اهل هرات را به حیث رهبر و راهنمای خود قبول کرده بودند و از وی حمایت میکردند و او را خیلی دوست داشتند. بعد از شنیدن خبر درگذشت و مرگ این جوان، تعداد زیادی از مردم هندوستان گریه کردند و این خبر را دور از واقعیت می دانستند تا زمانی که از رسانه‌های هندوستان شنیدند. ببینید این جوان افغان که در جرمنی آلمان پریشان بود که نمیتوانست تابعیت و پاسپورت آلمان را بگیرد، اما با گرفتن تعویض ظریف بابا، با گرفتن تعویض و دعای من صاحب پاسپورت آلمان شد. رسانه‌های داخلی این گزارش دادند که یک تن مظنون به قتل خواجه سید ظریف چشتی، یک شهروند افغانستان که ادعای رهبری مذهبی داشت، بازداشت شده است. ساچن پتل، یکی از مقام‌های پلیس این ایالت، گفته است که روز سه‌شنبه 14 سرطان پناهجوی افغانی که در این ایالت زندگی میکرد، عصای راننده و 3 همدست راننده به ضرب گلوله به قتل رسیده. این مقام پلیس همچنین گفته است که یک تن در ارتباط با این قتل بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. خواجه سید ظریف چشتی از اهل هرات معروف به ظریف بابا که در سالهای گذشته در این به سر می برد و در شبکه‌های اجتماعی خود را سلسله چشتیه معرفی میکرد، سلسله تصوف که در افغانستان و شبه‌قاره این پیروان زیاد دارد. پلیس هندوستان انگیزه قتل ظریف چشتی را رسما اعلان نکرده است، اما گفته است که به نظر می رسد نزاع بر سر ملک و دارایی یکی از انگیزه‌های قتل باشد.